باز کنه. کار برای ذوبان خیلی سخت شده. ذوبان 1 پیکان 3 و فراز امامعلی 7 گله میکنه خودشو در جدول گلزنان به لطف 2 گلی که تو این بازی به ثمر رسونده. بازم بازیکنای پیکان چقدر خالیه خط دفاع ذوبان. ابراهیم صالحی یه فرصت دیگه و اعلام پنالتی. نیمکت نشینای پیکان رو باید ببینید شما تو این دقایق. در عرض 2 دقیقه همه چیز داره از بین میره برای تیم ذوبان. خطای پنالتی مهدی خلیل اعلام شده. این لحظه ای بود که کوشکی داشت تک به تک میشد با مهدی خلیل و متوقف شد و کارت زرد رو هم گرفت مهدی خلیل به خاطر این خطای خودش. لوکا بوناچیش در اولین بازی که روی نیمکت ذوبان نشسته داره متحمل یه شکست سنگین و تحقیرآمیز میشه. هیچکس پشت توپ نیست برای پیکان. امامعلی داره میره پشت ضربه. فراز امامعلی میتونه هتریک خودش رو با این ضربه کامل بکنه. فراز امامعلی فریب داد خلیل رو. بازم یه گل دیگه، بازم یه گل بد دیگه و فکر میکنم گل به خودی باید ثبت بشه برای مهدی خلیل. پیکان 4 ذوبان 1. خوشحالی بازیکن پیکان کم کم داشت منشوری میشد دیگه. داور اومد جلوشون رو گرفت. مهدی خلیل فریب خورد. میبینیم یه بار دیگه از این زاویه فکر کنم بهتر بتونیم. بله گل به خودی هست. مهدی خلیل یکی از بدترین بازی زندگیش رو فکر کنم داره پشت سر میگذاره.